گروه‌های نجات تلاش دارند به مناطق آفت‌زده شمال افغانستان رسند. حکومت طالبان افغانستان روز یکشنبه خبر داد که بر اثر باران‌های شدید روزهای اخیر در این کشور کمش 315 نفر کشته و بیش از 1600 کسی دیگر جراحت برداشتند. به قول اداره امور پناهندگان حکومت طالبان در عموم در ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و دیگر مناطق شمال افغانستان بیش از 2600 خانه تخریب شده است. ساکن ولایت بغلان محمد یعقوب میگوید بر اثر سیل 13 عضو خانواده‌اش به هلاکت رسیدند. خانه را توفان کل لرزید آمد، سیل آمد برد. 13 نفر زنانه وشت و کوکلان. از اونجا تلفات است، مال بسیار است، مالی خانه رو بسته سیل برده. او می‌افزاید حالی نجات یافتگان هم خیلی وزنین است. نه هواست، هیچ چیز نیست، همه رو برده، چیز نیست. نه لافی خواست، نه کمپل است. دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش در اظهارات ابراز داشته است که سازمان ملل همراه با کارشریکان حکومت طالبان افغانستان و از را بررسی نموده ارسال کمک‌های فوری را مد نظر گرفته است. سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از کشورهای مینامد که بیش از دیگران از تغییر اقلیم زیان می‌بیند. بعد سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در سال 2021 نیروهای خارجی از این کشور بیرون شده ارسال یاری‌ها که ستون مهره رشد این کشور را تشکیل می‌کرد محدود شد. جامعه جهانی حکومت طالبان را به نادیده گرفتن حقوق زنان افغان متهم می‌کند.